رسول اکرم صلی الله علیه و 23 سال عمر دعوتش بود. در 23 سال 13 سالش عقیده درس داد و 10 سال دیگه تمام شعبات در 10 سال یک مضمونه 13 سال. رسول اکرم صلی الله علیه و عمر دعوتش چند سال بود؟ 23 سال. یکی کل عمرش بود، یکی عمری که دعوت کرد. تا 40 سال دعوت نمیکرد. بعد از 40 سالگی دعوت کرد تا 63 سالگی. 23 سال عمر دعوتش بود. در 23 سال 13 سالش عقیده درس داد و 10 سال دیگه احکام، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، فقه معاملات، فقه عبادات، فقه کل مسائل فقهی، نماز، روزه، حج، زکات، الایمان و بدون و سبون و شعبه، تمام شعبات در 10 سال یک مضمونه 13 سال. این حال از خود فکر کن که مثلا در کل عمرت رسول اکرم صلی الله علیه و 13 سال وقت خدا داد، صحابه کرام 13 سال درس خواندن و باقی ماندهشون در تدریس سیر کردن. ما و شما مثلا چند هفته درس عقیده خواندیم. از این خاطر درست است که ما و شما با معلومات نیاز داریم، لکن معلومات به ترتیب میه و ما به ترتیب در کس معلومات نمیتم. اما اگر میخوایی که درس عقیده رو بخوانی و عقیده درست داشته باشی، یا در درس بالفعل اشتراک کن، یا اگه درس از پیش فوت شده، ما مزدورت، فیلم بردار مزدورت، ادیتور مزدورت، صحیح نه؟ برقی مزدورت، تجارا که پیسه میته مزدورت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. کل ما خود مزدورت جور کردیم که تو عقیده رو یاد بگیری و تو هم یک سیدی رو شنیده نمیتونی. باز در روز قیامت که شد باز خودت میفهمی و جوابت. باز تو نشک بگی که والا کس بر ما درس نداده، امکانات نبود. MP3 امکانات داره، عوض در موبایلت خواندن گوش میکنی، عوضش بان سیدی های عقیده رو بپیش استاد فردین بگو صاحب من امیر به مطابق موبایل برم جور کنم، آجل برای در ظرف یک روز جور میکنم، بیکار که ماندی بشنم. در خانه چالان کو خودت، اگر درس رو که ما برای دادیم بی سوادترین انسان در خانه اگر نفهمید باز بیا مرا بگو استاد از یام که آسان تر بساز. والا ما گپ میزنم برای شککای خود من بر کلانا و استادا و پروفسورا گپ نمیزنم. سیدی های من کلش ابتدایی است. چرا عقیده باید به زبان بسیار ساده آدم